نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. دوستان زن محترم، بعضا در فضای مجازی و در فضای حقیقی نوجوانانی هستند که از تفکرات ملحدین متأثر شده و صاف و ساده میان میپرسند مولوی صاحب، به نسبت زندگی بازپسین، به نسبت زندگی بعد از مرگ که حیات دیگر هست، ما چطور میتونیم یقین بکنیم؟ من چطور میتونم باور بکنم که زندگی بعد از مرگ هست؟ دوستان زن محترم، این بحث جدیدی نیست. از همون زمانهای قدیم در ما بین انسانها به نسبت این مسئله همیشه بودن اشخاصی که قبول میکردن و اشخاصی که قبول نمیکردن. در زمان نبی خدا علیه السلام هم همین موارد بوده. وقتی نبی خدا علیه السلام در مکه مکرمه مبعوث شدن و نبوت خودشون را اعلام کردن، یکی از دعوتایی که نبی خدا علیه السلام به نسبت اون موضوع تمرکز کرده بودن به نسبت زندگی بعد از مرگ بود و این یکی از اون مواردی بود که کفار مکه هرگز این را قبول نمی داشتن، قبول نمی کردن اصلا، بلکه نبی خدا علیه السلام را به بعد استهزاء و مسخره می گرفتن. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جدید. نبی خدا علیه السلام در مکه مکرمه دعوت میدادند مردم را، اما کفار مکه به نسبت این دعوت زندگی بعد از مرگ ایشان را به بعد مسخره میگرفتند. وقال الذين كفروا، کافران گفتند، هل ندلکم علی رجل، آیا ما شما را به یک انسانی راهنمایی نکنیم، یک کسی را ما به شما نشان ندهیم که اینطور بلا نسبت نعوذ بالله پناه بر خدا ناعقل هست که این چنین میگه، هل ندلکم علی رجل اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید. بله، این شخص ادعا داره همین که انسان رفت زیر خاک، ریز میشه، استخوان‌های پوسیده میشه، بعد از اون قراره که این انسان دوباره زنده بشه، دوباره زندگی بکنه، زندگی بعد از مرگی وجود داره. نبی خدا علیه السلام را به نسبت این موضوع صاف ساده مسخره میکردن. این گونه اشخاص همیشه بودن، این زمان هم هستن، اشخاصی که به نسبت زندگی بعد از مرگ اصلا ایمان ندارن. حالا الله متعال برای باوراندن به بندگان خود انبیا را فرستاده و در کنار انبیا خیلی از موارد کتاب ها را فرستاده و الله متعال در قرآن خودش به نسبت این موضوع صاف ساده الله متعال ما راهنمایی کرده. به بصراحت فرمودن یا ایها الناس، ای انسان ها، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما کوچکترین شکی دارین به نسبت زندگی بعد از مرگ، الله متعال از ما تقاضا کردن چون انسان برای قبول کردن عقلش باید به کار بیاندازه. الله متعال از انسان میخواد که عقلش به کار بیاندازه برای ایمان آوردن به زندگی بعد از مرگ. فرمودن که بله، یا ایها الناس، ای انسان ها و جنات، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما در کوچکترین شکی هستین که ما شما را دوباره زنده میکنیم یا زنده نمیکنیم، پس شما به خلقت خودتون فکر بکنین. فانا خلقناکم من تراب، که ما الله متعال شما انسان ها را از خاک آفریدیم، ثم من نطفه، بعد از همین خاک پدر مادر ما سبزیجات خوردن، میوه‌جات خوردن، حبوبات خوردن و از همون چیزایی که خوردن نطفه ناپاکی در وجود پدر مادر به وجود آمده. ثم من نطفه، بعد از نطفه ناپاکی، ثم من علقه، بعد ما خون بسته شدیم، ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه، بعد به مانند گوشت جویده شدیم، گوشت جویده شدیم. الله متعال ما را مرحله خلق کرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان ها به این نکته پی ببرن، لنبین لکم، تا برای شما واضح بشه قدرت ما الله که ما اینکه شما را دوباره زنده بکنیم ما بر این قادر هستیم. اون خدایی که آسمان ها و زمین را نگه داشته، خدایی که سیاهی شب را میاره، روشنایی روز را میاره و ماه را بزرگ و کوچیک میکنه و برای همین آفتاب داره نور میده، اون ذاتی که اون آب زلال صاف را از آسمان برای ما نازل میکنه، تمام میوه‌جات را از زمین سیاه برای ما بیرون میکنه، از ما بین درختان، از ما بین چوب ها برای ما میوه های صاف و ساده و شیرین را برای ما الله مهیا میکنه. اون الله قادر بر این است که مردگان را زنده بکنه.
یکی از نشانه های الله متعال برای اثبات قیامت خلقت خود انسانه و یکی از دیگر نشانه های الله متعال به نسبت اثبات قیامت اینکه انسان به دور اطراف خودش به نسبت اون چیزهایی که از زمین میروین نگاه بکنه. و من آیاته، یکی از نشانه های الله متعال برای اثبات قیامت، برای اینکه بندگان خود را راهنمایی بکنه که به قیامت ایمان بیاورن، انک تری الارض خاشعه، شما زمین را میبینی خشک افتاده بعد از برج 5 6 وقتی که فصل خزان میاد دیگه همه چیز یواش یواش شروع به خشک شدن میکنن. انک تری الارض خاشعه، شما بیننده میبینی که زمین خشک و خالی افتاده، هیچ چیزی نمیرویه، 1 ماه باران نیاد، 2 ماه باران نیاد، 3 ماه باران نیاد. فاذا انزلنا علیها الماء، هر وقتی که ما الله از آسمان آب نازل میکنیم چه اتفاقی میفته؟ اهتزت و غربت، دانه هایی که زیر زمین بودن مرده بودن، الله متعال به وسیله این آب بیرنگ بیبو اونا را زندگی میکنه، دوباره یواش یواش دارن از زیر زمین جوانه ها بیرون میان. خب چه چیزی را میخواد الله ثابت بکنه؟ فرمودن ان ذلک لمحی الموتى، بیشکون اللهی که این زمین را بعد از مردن زنده میکنه، اون الله با قادر بر این هست که لمحی الموتى، حتما مرده ها رو زنده بکنه. الله بر این قادره. اون ذاتی که ما را از نیستی به هستی آورده، ما خدایی داریم. انسان اگر بخواد به نسبت این موارد فکر بکنه باید به خودش فکر بکنه، به اطرافیانش فکر بکنه و عقل انسان را خیلی صاف و ساده راهنمایی میکنه. انسان اگر خدا را بخواد بشناسه باید ضعف خودش را بشناسه. اندرون ما، نه قلب ما، نه ریه ما، نه شش ما، نه معده ما، نه خون ما، نه مدفوع ادرار ما، نه قلب ما، نه نفس ما، هیچ چیز ما از اندرون ما در دست ما نیست. دست کیه؟ یک ذاتی دیگر است که نامش اللهه. ذلکم الله، کننده این کارها که اللهه، اون اللهی که بر اندرون ما داره حکومت میکنه، در کل نظام هستی هم اون داره حکومت میکنه، کننده کار اونه. یخرج الحی من المیت، ببین بیننده از زمین، از همون تخم مرغ مرده الله متعال جوجه زنده را بیرون میکنه. و مخرج المیت من الحی، از مرغی که زنده است تخم مرغ مرده را زنده بیرون میاره، کننده این کارها اللهه. لذا دوستان عزیزان گرامی، جواب این سوال بسیار آسانه. ابی رزین الاخیری رضی الله عنه این سوال از نبی خدا پرسیده بودن که رسول الله کیف یحیی الله الموتى، الله مرده را چطور زنده میکنه؟ فرمودن که اما مرات بواد، آیا شما از یک دره نگذشتی که اینطور خشک و خالی افتاده باشه، ثم مرات به خضرا، بعد از یک مدتی بهار آمده، باران آمده و شما از اونجا دوباره گذشتی میبینی که همه چیز سرسبز شده، گل قرمزی، گل زردی، گل سفیدی، تمام درختها جوانه زدن. آیا شما همین صحنه ای را در خلقت خداوند متعال ندیدی؟ صحابه فرمودن بله یا رسول الله من دیدم. نبی خدا فرمودن که کذالک یحیی الله الموتى، ایمان آوردن به این چه کاری داره؟ بله همینطور که الله متعال زمین مرده را، درخت مرده را بعد از مردن زنده میکنه، همون الله هست که انسان ها را دوباره زنده میکنه. و قرآن الله متعال فرموده و کذالک تخرجون، همینطور که این زمین مرده بعد از مردن زنده میشه، جوان ها چطور بیرون میان؟ همون الله فرموده و کذالک تخرجون، شما به مانند همین ها که از زمین بیرون میان شما هم همینطور زنده کرده میشین. لذا دوستان همینه که به نسبت این مسائل باید ایمان صاف و باید خیلی قوی داشته باشیم. البته یک چیزی هست برای یافتن هدایت کامل، یک باید دعا بکنیم، دو با انسانهای هدایت شده ما همگام بشیم، هم نوا بشیم، هم قدم بشیم تا از برکت وجود اونها، از نورانیت وجود اونها در قلبهای ما هم اشعاعهای از نور ایمان و نور یقین در وجود ما چطور بشه؟ ثابت و هویدا بشه انشاءالله تعالی. لذا با بودن با دوستان خوب، با دوستان خدایی، با جماعت های خوب را برای زندگی خودمون لازمی بگیریم تا به برکت اونها هم دنیا و هم آخرت ما 100% آباد خواهد شد. چرا که خوشبختی دنیا و آخرت در الله متعال در دین کامل گذاشته. دین ما کامل هست، در کامل بودن دین ما هیچ شکی نیست، اما من مسلمان در نسبت اسلام باید کامل بشم. اون اسلام باید در زندگی من به نحو احسن و کامل باید چی بشه؟ پیاده بشه تا وعده الله متعال به نسبت من نوعی مسلمان در دنیا و آخرت محقق بشه. الله متعال همه توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.